قسمت 51 از سریال خوشو و عروس. تا پایان با ما همراه باشید چون این قسمت واقعا که جذاب خواهد بود. سلام دوستان عزیز، امید که خوب و سرحال بوده باشین. در قسمت های قبلی که ما شما دیده بودیم که لالا نعمت سحر گیر کرده بود که تماما این دسیسه ها و این کارها دست خانمش بوده، یعنی دست بانو سحر بوده. و بعد از او پیش بانو سحر میای و اولا خود سوال سحر که برای اولین بار است که قفاق میزنه که سیلی میزنه و بعد از اون میگه که سحر من بعد، یعنی از این به بعد هر چی که من میگم اونمو کارم میکنی و فقط یک چیز میگی که چشم و تمام. اگر باز دوباره کتم از زبان بازی بکنی و یا هم به احترامی مرا بکنی و یا هم در مقابل گپ ما گپ بزنی، مستقیم تو را میرم دگیری لالا میراب میدم. دگیری لالا میراب نه تنها دگیری تمام فامیل میدم و تمام فامیل را میگم که گناه از سیاه‌پوشا نبوده، گناه از سحر بوده. و سحر هم بعضی که زیاد فکر میکنه و خیلی ها گریان میکنه و میگه که درست است، تو فقط به کسی هیچی نگو، من بعد هرچی که تو بگویی چشم میگم و تمام. و بعد از چند ساعت دوستان عزیز لالا نعمت دیگه از فرصت ها دیگه استفاده میکنه، مستقیم به سحر صدا میکنه و میگه که سحر ظرف 2 دقیقه 2 دانه گیلاس چای برای ما و مامایت میاری، ما لسانی حولی هستیم و زود میشی و تمام. و دوستان عزیز واقعیت که من چی بگویم، لالا نعمت هم گاهی اوقات حسد خود میگذره و طرف بانو سحر هم که سر میکنی وقتی که میبینی تماما گناه ها از بانو سحر است، باز میگی که لالا نعمت بجای کار میکنه و سحر هم هیچ چیزی نمیگه و میگه که درست است. و بعد از بانو سحر هم بعد چند دقیقه 2 گلاس چای میاره. اولا برای ماما حشمت چای را میته، ماما حشمت که به راحتی میگیره و اولا که تعجب میکنه که سحر چی تو برای ما چای میاره، کسی که اصلا در هیچ گپ ما نمیکرد امروز برای ما چای آورده و واقعا که غیر قابل باور است. خب باز میره به طرف لالا نعمت عزیز و نعمت را میگه که خیلی تو هم بگی گلاس چای خوده. نعمت میگه که چی؟ میبینی که دستی گلاس طرف خودت است، طرف من نیست، من چه قسم گلاس را بگیرم؟ و دوستا واقعا که بی خود ازت میگذره لالا نعمت و چه قسم جذاب داره از رنگ و قسم. و بانو سحر هم که فکر میکنه هیچ نمیگه و میگه که خود درست است بچه شمینه توبت بر گلاس را تو هم بگی. و لالا نعمت میگیره، ولی دوستانی عزیز سحر اینجا واقعا کار خودم میکنه. در پتنوسی که یکم که آب یا هم چای مانده شده فقط مستقیم خالی میکنه و قسم خالی میکنه که نعمت فکر بکنه که این تصادفی شده، در حالی که سحر به قصد میکنه و قصد خودش از نعمت میگیره.